سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم با آموزش ربات تاینیورس، رباتی که تیم راکسمن منتشر کرده و پاول دروف چند باری تو پست‌های آموزشیش لینک این ربات رو گذاشته. ربات معتبری تیکابی هم دریافت کرد. اینجا با دو تا پوینت توی بازی سر کار داریم. یکی استارداست. اول بگم وارد از طریق لینک که وارد میشید این پایین یه جوین ماین داره، میزنید و ماینینگتون شروع میشه. از این قسمت باید هر یه ساعت بیاید کلیم کنید استارداست خودتونو و میشه حالا یه کارایی کرد که هر 4 ساعت بیایم. حالا در ادامه میگم. اینجا کلیم میکنیم هر یه ساعت و یه مقداری استارداست دریافت میکنیم. حالا من چون ماینرم قوی تره بیشتره، واسه شما در اوایل پایین تره. میایم اینجا استارداستا رو باید تبدیل کنیم به استار درون بازی و این استار یه جورای استار واقعیه. یعنی هر یه دونه استارش مساوی است با یک استاری که از فرگمنت میگیرید و با اکانتتون پرداخت میکنید. الان مثلا من 10,000 تا رو بخوام پر کنم 9777 تا باید پرداخت کنم و تنها این مقداری که استارداست دارم از این مقدار کم شده و تقریبا میشه گفت هیچ فرقی نداره با استار فرگمنت. 1-1 و رایگان میتونید ماین کنید هر از شنگایی و اوایلش آسونه ماین و وقتی میاید جلوتر بسیار سختتر میشه. یعنی ماینش اوایل راحت تره. من الان اینجام خیلی سخت تره ماینش. الان این حاصل یه روز کامل ماین منه و میبینید 250 تا هم نشده، باید 30 تا استار هم اضافه بدم تا 250 شه. میتونید بیارید با این اهرم پایین تر تا جایی که استار نخواد ازتون. الان من میتونم تبدیل کنم 220 استار دریافت کنم بدون پرداخت هیچ هزینه ای، ولی خب پیشنهاد نمی کنم. باید یه مقداری روی این ربات هزینه کرد. تیم راکسمن قبلا هم اعلام کرده بود که بدون هزینه زیاد چیز خوبی نمیده. رو ماجور هم هممون دیدیم. میتونید هزینه کنید، میتونید هم هزینه نکنید، ولی از الان بهتون میگم بدون هزینه زیاد روی این ربات نمیشه حساب کرد. اینجا میزنیم پرداخت. حالا موجود اینجا باید صفر کنیم که بدون هزینه بخوایم مثلا چیز کنیم. 208 تا به استاراتون اضافه میشه. اینجا هم چند تا گزینه داره. اول میریم سراغ اچیومنت ها. بچه 10 تا فرند دعوت کنید یه بار اچیومنتتون فعال میشه. 100 تا لول 2 میشه اون اچیومنتتون و مقداری به ماینتون اضافه میشه. این درصداش زده. 1000 تا داشته باشید لول 3 میشه اچیومنتتون. اگر یک کهکشان رو کامل کنید یه اچیومنت فعال میشه. اگر 3 تا کهکشان رو کامل کنید یه اچیومنت. کلا اچیومنت های عجیب غریبی داره. حالا چند تا هم جدید اومدن، زیاد به کار ما نمیاد. برمیگردیم صفحه قبل. اینجا بوستر داریم که با هر فرند به شما یه بوستر افزایش قدرت ماین 20% میده. یه بوستر اتوکالکت 3 ساعته. یعنی شما هر یه فرندی که دعوت میکنید یه دونه افزایش 20% میگیرید، یه دونه اتوکالکت. و این دوتا 12 ساعت ها پولی هم و هر کدومشون 200 استار فکر کنم اگه اشتباه نکنم هزینه داره. بله، از اینجا هم میتونید خریداری کنید که پیشنهاد نمی کنم. با همین 3 ساعت ها میشه کارش رو انجام داد. اینجا فعال میکنید 3 ساعت تموم براتون خودش کالکت میکنه و 1 ساعت هم طول میکشه که این ماینر 1 ساعت همون پرشه. یعنی 4 ساعت یه بار میتونید بهش سر بزنید در این صورت. اینجا هم گزینه نفرات برتره که خب میتونید ببینید. من الان خودم نفر 79 هم توی این ربات و خیلی هم هزینه برداره این ربات. میگم بدون هزینه نمیتونید بیاد. قسمت کریت گیفته که میتونید فقط از ماین جدیدتون. یعنی من الان اگه اینجا 400,000 تا استار دارم نمیتونم بیام این 400,000 تا رو گیفت کنم، حتی یه دونه شو. باید از ماین جدید از استار داستام استفاده کنم و بیام گیفت کنم که یه اچیومنت 10,000 تا گیفتم داره که اصلا پیشنهاد نمی کنم انجامش بدید چون ماینش بسیار سخته. مگر این که هزینه میکنید مثل من 5 تا گلکسی دارید
باید همه اچیومنت ها رو بگیرید، اون موقع بیاید انجامش بدید، مشکل نداره. و این پایین هم که خب میتونید لینک رفرال گیریتون رو بگیرید. از اینجا هم که میتونید اتو کالکت 12 ساعته و اینا رو خریداری کنید. خب این قسمتش تموم شده. اینجا هم میتونید لیست کهکشاناتون رو ببینید که اکثرا خب بچه‌ای که تازه میان یک کهکشان دارن. گفتن کهکشان ها هم قراره وارد اکوسیستم تلگرام شن و به صورت NFT رو پروفایل در دسترس باشن که خیلی خبر خوبیه. دیشب هم یه آپدیت دادن قسمت اسکن. فکر کنم همه چیزشو گفتم. این بالا هم میتونید کهکشان خریداری کنید که هزینه زیادی داره و نمیتونید از ماینتون هم بدید، باید حتما برید از فراگمنت استار بگیرید و بیاید اکانتتون رو شارژ کنید و خریداری کنید. الان قیمت این کهکشان 40,000 تاست و پیشنهاد نمیشه برای اونایی که میخوان خرج کنن. کهکشانای خوشگلی میاد که بعداً باید NFT میشن، خیلی خوبه، میتونید خریداری کنید، ولی برای افراد عادی در دسترس نیست که بخوام 50,000 تا استار بدم واسه یک کهکشان و زیاد توصیه نمیشه. این قسمت جدیدم که اضافه شده تمدن پیدا میکنه و بسیار سخت پیدا کردن یه تمدن. هرچی میزان استار کهکشانتون بیشتر باشه قدرت پیدا کردنش بیشتره. الان من گلکسی پنجمم 500 تا داره. خب 4 تا گلکسی رو پر کردم شده 400,000 تا و تازه این گلکسی دیشب فعال شد. میام اسکن بکنم. اگر من بخوام 99,000 تا استارم پرداخت کنم کنار 91,000 تا استارداست، کلا اینقدر 16% امکان داره که برا من یه تمدن پیدا کنه، پس نمیصرفه. میام سراغ یه گلکسیم که پره، مثلا این گلکسیم، اینجا میزنم اسکن و وقتی میبینید 100,000 تا پر میشه 27% امکان داره یه تمدن پیدا شه توی این اکانت من. پس اگر پایینید کلا سراغ این قسمت نیاید، چون استارداستاتون حروم میشه، اصلا سمتش نیاید، باید وایسید یک گلکسیتون پرشه بعد بیاید سراغش. چون من خودم الان دیشب 2 بار زدم اینو پر، دیشب که اومد هیچ پیدا نکرد، یعنی بازم با اینکه شانس من بالا بود پیدا نکرد. خیلی چیز سختیه، چیز خاصی دیگه هم نداره دیگه. گفتم هر یه ساعت بعد اینجا کالکتش کنید و بوستر و رفرال بگیرید دیگه. رفرال فیک هم میتونید براش بگیرید، کاری نداره. برای اون افرادی که میخوان خرج کنن باید کنار گیفت استار، چون بچه ها هستن میفروشن، الان هر 1000 تا استاری که بخوای از فراگمنت بگیری اگر اشتباه نکنم 16 الی 17 دلار هزینه داره. ولی خب استار درون بازی که براتون گیفت کنم بخوای بخری 7 8 دلار بیشتر هزینه نداره. اگر میخوای مثلا بیشتر هم بخری ارزون تر میشه. برای بچه هایی که میخوان خرج کنن پیشنهاد میکنم از طریق استار درون بازی بگیرن تا یک کهکشان رو کامل کنن. واقعا حیف، این NFTش خودش یه جریان جداست اگه بخواد وارد چیز تلگرام شه. خب راکسمن قبلا NFT های زیادی داشته، مخصوصا شماره های مجازی که میدونید قیمتاشون چقدر بالاست. یه کهکشان ارجو شده کامل کنید بچه ها. با ماین عادی شاید بتونید 20 الی 30,000 تا دریافت کنید، ولی باید هزینه کنید ارجوریه. گفتم رضای خودمون میزنه و اکانتاش هم خیالتون راحت مطمئنه، رو هر اکانتش استار خرج میکنه که میخواد برای شما گیفت کنه. من خودم هم چون اکانت دارم میدونم اچیومنتاشو فعال کرده، رفرال گرفته براشون، یعنی اکانت قویه، به هیچ وجه فارمر شما رو تشخیص نمیدن. کنار اون استاری هم که از گیفت به دست میارید میخرید بچه ها میزنن براتون، باید یه مقدارم استار واقعی هزینه کنید. من الان رضا برام میزنه ولی خب میبینید هر روز میام هزینه میکنم روی این ربات و باید هزینه کرد. البته منو با خودتون قیاس ندید، من 5 تا گلکسی دارم، شما یه دونه هم کامل کنید خیلیه. اگر سوالی بونده بود باز از من بپرسید تو گروه، حتما جواب میدم. آیدی رضا هم کسی خواست برای اینکه استار در اون بازی گیفت کنه براش بهم بگه واسهتون میفرستم یا خودم هماهنگ میکنم. چیزی بود بهم بگید دیگه. دمتون گرم.